و باز هم به نام حضرت دوست که هرچه دارم از اوست با یک لایو تحلیل درخواستی پس از جنگ کماکان با نام باشگاه اقتصادی آوانگارد با یاد خداوند مهربان شروع میکنیم و میریم به سراغ تحلیل تتر به ریال یا USDT IRT. اما قبل از اون دوستان که خدمتتون عرض بکنم که ما هدفمون از برگزاری این لایف ها که به دلیل جنگ و شرایط قطعی اینترنت و عوض شدن سرورهای استریم کشورمون در واقع با 3 هفته تأخیر برگزار شد و البته که درگیر برگزاری دوره ها هم بودیم، ولی این هفته تونستیم بالاخره زیرساخت آماده شد و تونستیم که در خدمت شما باشیم و هدفمون از برگزاری این لایف ها صرفاً آموزشه و بالا رفتن مهارت تحلیلی شما دوستان عزیز و عملاً یه نوع تمرینیه که من تحلیل شخصی خودم رو ارائه میدم و نتیجهش رو 1 هفته الی 2 هفته بعد بررسی میکنیم. البته که این هفته فاصله خیلی زیادی افتاد و دلم میخواد یک بار دیگه از اول انجامش بدم چون جمعیت زیادی به جمعیتمون در واقع بازدید کننده ها اضافه شده و میخوام یک بار دیگه از اول بررسیشون بکنیم و یادتون باشه مسئولیت هر اونچه که شما با این تحلیل ها انجام میدید 100% پای خودتونه، چرا که ما هیچ دخل و تصرفی توی مدیریت سرمایه یا مدیریت ریسک اونها نمیتونیم داشته باشیم. و دوست دارم که این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که در واقع این جنگ، شرایط جنگی خیلی تلخ بود ولی خیلی چیزها رو یادمون دادش که قدر خیلی از موقعیت ها رو بدونیم و اگر فرصتی داریم که یاد بگیریم و نیاز داریم که یک سری بازارهای بین المللی و فضاهای فعالیت‌های مالی بین المللی به روز رو یاد بگیریم تا بتونیم در هر شرایطی از سرمایه خودمون محافظت بکنیم و کسب درآمد داشته باشیم. خب شروع میکنم با در واقع تحلیل تتر. اما قبلش هم میخواد یه چکی هم اینجا رو داشته باشیم. خب چک کردیم درسته، میریم بر روی نمودار تتر USDT IRT در تایم فریم روزانه. خیلی خوشحالم که دوباره میتونم در خدمت شما باشم، واقعا دلم تنگ شده بود برای این تحلیل ها. ببینید ما از این کف اگر بگیریم به اینجا یه دونه این رو داریم. دوستان دقت بکنم ما همیشه اول تتر رو بررسی میکنیم و بعد بیت کوین و تا جایی که وقت داشته باشیم آلت کوین های برتر در لیست کوین مارکت کپ رو بررسی میکنیم که بتونیم ازش یک بار آموزشی خوبی رو داشته باشیم. خب ببینیم ما اینجا کاملا میتونم این اگه بخوایم بکشیم عقب‌تر ببینیم یه فضای اصطلاحاً یک روند کاملا بادبزنی رو اینجا داریم و این نشون میده که کاملا آماده انفجاریم. میریم برای یه دونه بلندترش، یه 45. ببین هر بار دقیقا همین اتفاق افتاده. نگاه کنید اینجا دوباره این اتفاق افتاده، ببینید یه دونه 45 زده روی این، دوباره یه دونه زده بالاتر، دوباره اینجا هم همینطور به همین شکل. ببین ما هر چقدر شما بگید آقا ریزشی اصلاحی اینا به لحاظ بنیادین من فکر نمی کنم اتفاق خاصی تو کشور افتاده باشه، با توجه به اینکه گفتم توی روزنامه اقتصادم نوشته بودش که آقا ما 800 همت بدهی داریم، دولت بدهی داره و اگر اتفاقی نیفته تحریم جدیدی نیاد 1800 همت رو برای امسال برآورد کردن و این یعنی اینکه دلار حالاها در بلند مدت یا میان مدت بالا خواهد رفت و اگر هم اصلاح بکنه، یعنی حتی اگر همینجا هم درجا بزنه، باز با خط روند سودی دیگه‌ای در واقع حمایت خواهد شد که از تاریخ 6401 عملا آغاز شده و آخرین تایید 6403 بوده و حالاها خط روند سودی زیر این در واقع روندها وجود داره. حالا جالبتر اینجاست که خب ما اومدیم گفتیم آقا
ATHی که خواهد زد از سری قبلش 20% رفته بالاتر و اینا رو بررسی کردیم و اصلاحی هم که زده بود رو اومدیم گفتیم آقا از اینجا 25% اصلاح زده از آخرین ATHش تا اینجا هم همین هولوش 22 الی 25%. از اینجا هم اگر بخوایم بررسی بکنید دقیقا همین 25% رو دوباره اومده پایین اصلاح زده و اینجا رو پیش بینی کرده بودیم. حالا تو لایف های قبلی اگر دوستان تشریف ببرن نگاه بکنن اینجا رو در نظر داشتیم، میدونستیم که آقا اصلاح خواهیم داشت و جذابتر از اون اینه که یه گوشه‌ای ترسیم شد اینجا که توی لایو آخری که خب وسطش اصلا ما اینترنتمون قطع شد، زیر بمبارون بودیم و لایو قبلی رو اگر نگاه بکنید پر واضح اینجا من روی 82,000 تومان بود، گفتم آقا یا از اینجا میشکنه به سمت پایین یا میشکنه به سمت بالا. خب این پیارزداش رو اگر میخواستیم ترسیم بکنیم که همونجا هم من خدمت دوستان عرض کردم یکی از مهمترین پیارزدامون 88 در واقع 78 تا 80,000 تومان بود و پیارزد بعدی رو اگه دوباره میخواستیم بررسی بکنیم که حالا پایین تر بودش مهمتر از اون پیارزد اینو داشتیم. ببین ما اومدیم گفتیم آقا توی قیمت 72,000 تومان دلار دولتی جدید همون دلار توافقی رو داریم که اگر دوباره بخوایم با پیارزد هم رسمش بکنیم یعنی از 73,000 تومان تا همون 71 الا تا همون 71 بگیم. ببین دقیقاً با مرکزیت 72 که دلار توافقی باشه ما چی داشتیم اینجا. من میذارم بزرگترش کنم دوستان بتونن ببینن. البته حتما دقت بکنید اگر توی یوتیوب دارید نگاه میکنید دکمه HD یا همون های کوالیتیش رو بزنید که بتونید با کیفیت HD ببینش یا فول HD ببینیدش، عددها براتون واضح باشه. برای کسی هم که تو اینستاگرام هستن من الان باز یه ذره تا جایی که بتونم این رو دوستان بدونن بلا فاصله تمام اینها در AVGA Underline TV توی یوتیوب بارگذاری میشه و هر لایوی که برگزار میشه لایو قبلیش برای عموم باز میشه ولی همون لحظه بارگذاری شده و برای خود آوانگاردی های حرفه‌ای عموما و بعضی وقتا برای همه آوانگاردی ها از همون لحظه قابل رویت هستش دیگه. تفاوتی برای خود آوانگاردی ها که حق آب و گل دارن باید قائل بشیم. خب اما گفتیم اینجا این مثلث اگه به سمت پایین بشکنه اولا رو 78 الی 80 با این پیارزد قوی درگیره و جالب‌تر اینه که خب ما با دلار توافقی یه چیزی هولوش 10 تومانی 10% باید فاصله داشته باشیم. پس عملا این از سمت پایین راش بسته بود و اینجا بودش که وقتی از این قسمت رد شد رفت بالا گفتیم که خب تمام، یعنی من اسکرین شات گرفتم توی گروه گذاشتم نوشتم و آغاز انفجار دلار. و جالب‌تر اینه که تو همون دوتا لایو قبلیمون که توی یوتیوب هم هست همچنان گفتم که آقا دوباره حواستون باشه وقتی شکست نگید آقا به دلیل انفجار هلیکوپتر بود به دلیل چنین بود چنان بود. دوستان یادتون باشه همیشه پتانسیل تکنیکال یک نمودار ارجحیت داره بر مبانی فاندامنتال و اخبار در واقع آزاد کننده اون پتانسیلن. خب این دفعه اناد دشمن هم بود و اومدن بررسی کردن که دیدن بله ما اگر بیایم و اینجا حمله بکنیم این بالا رفتن قیمتی که باید تا مثلا 88 90 نهایتا اینجاها ما رو میبرد خب میتونه یک آسیب خیلی جدیتری بزنه و تا 100,000 تومان و بلکه تا 110,000 تومان هم ما شاهد خرید و فروش در بازار آزاد هم بودیم. خب من اینجا یه چک مجدد بکنم. خب بسیار
این از این. حالا من یه چیزی رو میخواستم چک بکنم که آره صدا رو چک کنم. فکر میکنم یه ذره صدا رو کم بکنیم که به کیفیتش اضافه میشه، چون خیلی هم واقعا نیاز نیست، ولی حالا از اینجا به بعد خلاصه اینجا ترکید و اخبار جنگ دامن زد و شما وقتی اینو باید بدونید که وقتی پتانسیل تکنیکال یک نمودار به سمت بالاست و خبر با اون موافقه، طبیعتاً تشدید میکنه اون پامپ شدن بازار رو و اگر مخالفش باشه هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی فقط باعث رکود میشه و اگر دوباره به سمت پایین باشه و اون خبر هم به سمت پایین باشه اصلاح یا ریزش رو تشدید میکنه. لذا اینجا دیدیم که اومد بالا و اینجا دیگه در واقع صرافی ها بسته شد، یعنی ما از 97 98 به بعد دیگه خرید و فروش رو شاهد نبودیم که قیمتش رو نزده، اما بعد از اینکه دوباره باز شد قیمت برگشت دوباره تا 83,000 تومان پایین اومد. اینجا دوباره خب طبیعی بودش که بدونیم جای مناسبیه برای ورود، چرا که اگر ما این رو به همین کف می آوردیم می‌دیدیم که آقا دیگه زیر 83 افسانه شده و ما نمیتونیم ببینیمش. خب الان هم اگر در این لحظه بخوایم در نظر بگیریم 85,000 تومان عملاً کف اون بازاری هستش که میتونیم رؤیت بکنیم. خب حالا اگه بخوایم پی‌آر-زد ها رو بکشیم و بررسیش بکنیم، باید عرض شود که پی‌آر-زد بالاییمون 106 یا همون 107 تا مثلا 104 باید در نظر بگیریم. پی‌آر-زد بعدی رو باید از اینجا تا اینجا در نظر بگیریم، یعنی 97 و 500 تا 95 و 800 و خورده ای. و همین الان هم در واقع در یک پی‌آر-زدی هستیم که این کف در واقع برای ما ترسیم میکنه از اینجا تا اینجا و طبیعیه که برای بلند مدت هر جایی شما وارد بشید به هر حال در روند اکیدن صعودی هستیم با یک الگوی بادبزنی بر زیر که به شکل حالت فیبوناچی در واقع اینو داره به سمت بالا هدایت میکنه. و دوستان اینو حالا اگر بخوایم برای کوتاه مدت هم بررسیش بکنیم، ما اینجا یک یعنی از 89 90 دیگه با خیال راحت میتونیم وارد بشیم. بله از 89 بله از 89 اینجا وارد شیم تا دست کم 95,000 تومان و اگر چنانچه دوباره این خط رو هم رد بکنه در بالای همین خط روند صعودی، ما دست کم بدون نگرانی میتونیم تا 104 رو حتی بیشتر فکر میکنم بذار بله تا 105 میره، ولی من تا 104 و 500 بیشتر ریسک نمی کنم برای کوتاه مدت و برای بلند مدت هم راحت تا اینجاها، یعنی از همین یه ضرب برای این در نظر میگیرم. حالا اگه بخوایم فیبوناچی ریتریسمنت رو روی این اعمال بکنیم، یعنی از این سقف بگیریم به این کف که ببینیم آقا جای بعدی که خیلی هم جذابه، یعنی متاسفانه 125,000 تومان تا 120 مثلا بخوایم حالا با خیلی ارفاق یعنی یه بازه 2000 تومانی در نظر بگیریم، دقیقاً ما یه چیزی 124 الی 100 یعنی 124 رو داره بهمون نشون میده، یعنی از 123 تا 125 که عدد هم عدد خیلی رندیه متاسفانه. و شنیدم که تحلیلگرای دانشگاه شریف طی یک مقاله‌ای و دوستانی که در رأس کار نشستن روی 125 برای امسال بستن که آقا اینجا رو ما خواهیم دید، حالا دیر یا زود با حالا کنترل هایی که داره روی بازار اعمال میشه. مقصد بعدی ما 125,000 تومان هست دوستان. من این رو حالا پاک میکنم، این خیلی قشنگ خطش هم براتون بندازم که بعدا نگید که نگفتی.
125,000. بله اینجا 124 125. حالا 124 هم بذاریم هم که بیفته وسطش قشنگتر. بله اینه این خط، این دلار توافقی، این ما به این مقصد خواهیم رفت. برای همین هم من میگم کار دیگری که میشود انجام داد اینه، برای بلند مدت، یعنی برای بازه مثبت 1 سال الی 2 سال باید دقت داشته باشید که این هم اگر رد شد به این صورت. این پس برای بازه کوتاه مدت این 3 عدد و برای بازه بلند مدت این. آقا خوشبینانه چطور میشه؟ هیچ. خوشبینانه هم اگر بخوایم در نظر بگیریم بهترین حالت، خوشبینانه ترین حالت، این خط میشکنه دوباره برمیگرده تا 82 بازی میکنه و از این خط دوباره منفجر میشه به سمت بالا و همین اتفاق رو رقم میزنه. به این صورت اینجوری میاد و دوباره همین ها رو رقم میزنه. خب این در رابطه با بحث تتر یا دلار بد نیستش که حالا به این الگوهای اصلاحی سری پیش که دقیقاً هم با همون درصد اینجاها رقم خورد یه نگاهی بندازید. میتونید یه چند لحظه صبر میکنید اگه دوستان میخوان اسکرین شاتی بگیرن. این تحلیل شخصی بنده است، هیچ تضمینی هم پاش نیست، صرف تجربه و اون چه که در واقع من برداشت میکنم از بازار این هستش. خب اما بعد از این میپردازیم به بیت کوین. بیت کوین خب طبیعتاً با ATH هم که زد یه مقدار پیارزه داشت جابجا شد. اول میپردازیم به اون چه که قبلا تحلیل کرده بودیم. ببین چقدر زیبا اینجا دوستان این دقت بکنید، پیارزد های اینجا 1 ساعته است، یعنی بازه کوچکتری رو داره. حالا من میذارم رو 4 ساعته نشون میدم ولی بدونید که پیارزد ها رو 1 ساعته کشیدیم، یعنی لایف های قبلی ببینید. خب این که برگزار شده بود، حالا ما ببینیم کجا آخرین لایوی که برگزار کردیم اینجا بوده. از اینجا رو الان بگیریم تا اینجا در این تاریخ چقدر طول کشیده؟ 41 روز. ما 41 روز، ولی نه 41 روز نبوده، به خاطر اینکه ما آخرین لایوی که رفتیم اینجا گذاشتم من آدمک شو ولی اینترنتمون وسطش قطع شد. یعنی در واقع ما از اینجا بعد برگردیم 3 هفته پیش. اول یه دونه بذاریم 3 هفته پیش 14 15 3 هفته 21 در واقع ما اینجا کجا میشه با این بالا ستش کنم اینجا این کف بوده. آره دیگه این کف رو داده و ما اینجا اینو دیده بودیم. خب پس میایم یه دونه از اینا میذاریم فعلا اینجا و یه دونه دیگه هم میذاریم اینجایی که در حال حاضر در خدمت شما هست. من دوباره توضیح میدم چرا اون قبلی رو گذاشتم. دوستان لایو آخر رو برید ببینید متوجه میشین که وسط لایو ما اینترنتمون قطع شد و هر اون تغییراتی که من روی بیت کوین انجام دادم دیگه روی تریدینگ ویو من اعمال نشد، لذا این کار رو انجام میدم. خب یه ذره بعد درستش کنیم که توی لایو دیده بشه. من لایو رو اینجا یه چک میکنم. ببینیم کافیه این مقداری که بزرگ کردیم. از دوستان دقت بکنن میتونن که لایو رو 2 انگشتی اینجوری بازم بکنن، ولی باز من یه دونه دیگه هم بزرگ میکنم که اعداد کاملا واضح شه. خب بسیار همالی. خب
یه دونم من میخوام که یه ساوند چک هم اینجا بگیریم ببینیم که چجوری میشه. آره فکر کنم خوبه همینجا، یه ذره میتونم. آره خب این هم از این. میریم به سراغ بیت کوین. این بیت کوین دوستان من این دفعه میخوام 2 تا تحلیل براتون بذارم، یه دونه تحلیل شورت ترم، یه دونه تحلیل لانگ ترم، یعنی بلند مدت و کوتاه مدت. خب ببین اینجا اومدیم چی گفتیم آقا جان این دوتا رو نگاه کن، ببین خیلی ساده. نه بخشی از اینا دیگه توی گروه گذاشته شده و بقیه دوستانی که توی گروه یعنی آوانگاردی نبودن طبیعتا بهش دسترسی نداشتن. این دوتا کف رو اگر ببینید، بذار من برم تو یک ساعته. آها آره اینجا همون 4 ساعته بهتر نشون میداد اصلا. اینجا که ما اومدیم گفتیم آقا این کف رو به این کف وصل کنیم، حالا شاید میذاره جابجا شده باشه یه همچین حالتی. گفتیم آقا اینجا همونجوری که بودش بذاره. گفتیم اینجا ما چی داریم؟ لانگ داریم. خب دوستانی که با ما ترید میکنن میدونن که ما اینجا یه دونه 1/4 وارد میشیم، اینجا 1/4 دیگه مدیریت سرمایه میکردیم اگر برسه بهش، اگر نه اینجا استاپ لاس، دوباره برگشت بالا دوباره سود میگرفتیم، یعنی دوباره لانگ یا بایش رو میگرفتیم که اگر در این صورت بود 1.45 1.5 تقریبا ضرر میکردیم، ولی دوباره از اینجا لانگ میگرفتیم، اینجا تقریبا به 2%، حالا با نه دیگه بیشتر 2.71 سود میکردیم. اما اگر با استراتژی خود آوانگارد معامله میکردیم اینجا معامله باز میشد و اصلا به مدیریت سرمایه هم نمیرسید و اینجا به زیبایی اومد ادای احترام به نوک در واقع فلش ما اومد ادای احترام کرد. 2.5% روی بیت کوین اینجا سود داد، ما رو سفید کرد، ما هم طبق معمول سفیدش میکنیم و رفتیم جلو. خب این خط دیگه شکسته، من پاکش میکنم برای اینکه شلوغ نشه. اینا هم که مال قبل بوده سودش رو داده و بررسیش کردیم دیگه، خطا رو پاک میکنم که بی خودی شلوغ نشه. این هم که خط اصطلاحاً یقسکی ما بوده و خب حالا اینجا جالب اینجا بود که اومدم گفتم آقا ببین، گفتم اگر رفت بالا طبیعتاً ببین اینو داشتیم دیگه اون موقع، اینو ما این خط رو کشیده بودیم اینجوری، گفتیم آقا این بالا لانگ داشته، گفتیم خب وقتی هم رد بشه طبیعتاً یه خط فرضی هم در واقع ایجاد میشه دیگه، حالا یه خط مثلا نارنجی هم همچین حالتی رو هوا بدون اینکه اینا رو ببینیم کشیده بودیم، توی لایو قبلی میتونید ببینید. و گفتم این نارنجی یعنی چی؟ یعنی پالس دوم، یعنی پالس اجازه ورود خط روندش رو ندیده بودیم و فرضی گفتیم آقا هر جای این خط ایجاد شد ما لانگش رو داریم و دقیقا همین اتفاق هم افتاد، این کف به این کف اومد و اینجا خیلی زیبا یعنی بلا فاصله وارد شد و اینجا در عرض چقدر، یعنی لحظه‌ای که لحظه‌ای که اینجا گرفته تا لحظه‌ای که تیپیش اینجا خورده، ببینم عددا قشنگ واضحه. خب بله 3.38 هم اینجا در واقع سود داده، چیزی که من یک پالسش رو فقط دیده بودم و پالس دوم رو بر مبنای احتمال خودم ارائه داده بودم. خب اما بعد از این اومده چه اتفاقی افتاد؟ حالا چه اتفاقی افتاد؟ حالا در اینا که اصلا نخورده، هیچی باز نشده که نه بخواد سود بده نه ضرر، پس پاکشون میکنیم. اینا که خیلی باش فاصله پیدا کرد دیگه هیچ. اما اومده اینجا ATH زده 123 122 رو، همین عددی که اینجا میبینید برای شما واضحه؟ من ببینم. آره ببینم اینا خیالم راحت شه بچه‌ها. آره خیلی واضح و قشنگ دارن میبینن. خب ما حالا اینم اگه بخوایم پاکش بکنیم چی خواهیم داشت؟ یک خط روند سعودی از اینجا داریم که
کاملا اینجا ادای احترام کرده بهش و در واقع زده شده به این شکل. خب اینو گذاشته بودم اینجا طبق تحلیلی که توی گروه برای بچه‌ها گذاشتم. ببین این یه همچین حالتی رو اینجا داره میزنه. خب ببین یه مطلبی هم هست اینجا. ببین اینجا یه دور اومدیم اینو گذاشتیم شکست. اگه اینو میذاشیم دوباره شکست. پس ببین الان این سقف دیگه نمیتونه معیار خوبی برای کشیدن خط روند باشه. ولو اینکه اگر دوباره این رو هم بذاریم اوکی شدنیه، ولی خط روند نزولی که الان به این نزدیکتره و تریگر این محسوب میشه اینه. از این سه تا سقف اومده 1 2 3 کاملا در یک راست اومده اینجا. خب پس اگر میخوام من لانگ بگیرم از 118 و 800 تا 121 و 900 الی 122 اینجا در این محدوده اجازه دارم بگیرم و اگر قرار شورت بگیرم در این محدوده باید این کار رو انجام بدم. خیلی خطرناکه. بذاریم شورت الان اصلا توی همچین بازار اکیدن سعودی خیلی کار پر ریسکیه، خیلی خطرناکه واقعا. ولی اگرم میخواین بکنین حتما باید، ببین دارم تاکید میکنم، اگر میخواین اینجا شورت بگیرین حتما باید با در نظر گرفتن تریگر انجامش بدین و تریگر خروج هم بگیرین ازش. یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله همینجا یه حالتی که به محض اینکه این خط روند نزولی رو شکست بلا فاصله از معامله خارج بشید. حالا هر خط روندی رو که اونجا ایجاد کرد طبیعتا مثلا ممکنه که یه همچین خط روندی رو تشکیل بده. من اونایی که با حالت پیش بینی داره برگزار میشه اونا رو در واقع اینجوری میکشم. ببین مثلا اگه اومد از اینجا شروع کردی، این رو هم نارنجیش میکنم، اگه اینجا اومدی شروع کردی و بدونی به محض این دیگه استاپلاست نباید این پشت باشه، بعد اینو در واقع بری همینجوری جلو و هر جایی که شکست بلا فاصله با تریگری که ازش میگیری خارج بشی از معامله. خب یه ذره به خاطر این وقفه‌ای که توی لایو افتاده بود جمعیت لایو اومده پایین، خواهش میکنم که شیر لایک یادتون نره، برای کسایی که فکر میکنید میتونه براشون جذاب باشه حتما شیرش بکنید. این از شورت ترم قضیه. اما میرم روی حالت لانگ ترم. ببین چقدر خوشگله. لانگ ترمش میره رو حالت 4 ساعته دیگه، از حالت 1 ساعته در میاد. پیار زده 4 ساعته. ما خطا رو هم اینجا براتون گذاشتیم. ببین دونه دونه عددها کاملا مشخص. 74 خورده ای تا 76 و 800 خورده ای، 88 و 837، 91 خورده ای، 98 259 100 100 و 500 100,500 100,471 109 238 111 160. قشنگترین پیار زده هایی که واقعا میشه کشید. حالا رو چه حساب؟ ببین یه بار تا اینجا رفته. این بالا هم ببینم. این بالا نکشتم خطش. بذارم براتون این خط بندازم. من این کارو میکنم که بالا پایین پیار زده و مشخص شه، قابل رؤیت باشه. اینجوری 121 خورده ای، 123 373. حالا چرا؟ بذار بالا دونه دونه بهت بگم چرا این پیار زده کشم. خیلی معمولا بچه‌ها سوال دارن که آقا پیار زده بر اساس چی؟ ببین اینجا ATH زده. این خیلی پیار زده ریسکیه. یعنی ما پیار زدمون رو بر اساس این اگه بکشیم 123200 تقریبا 300 ATHشه. اومده پایین برگشته اینجا دوباره برگشته به سمت این دفعه دوم کدوم ناحیه برش گردونده پایین؟ اینجاست. خیلی پر ریسکه. یعنی شما بر اساس هر اندیکاتور یا اسیلاتوری حالا میخواین استفاده بکنین این رو خیلی به عنوان پیار زد در نظر نمیگیره. چرا؟ پیار زد زمانیه که شما روند سعودیتون نزولی بشه و باید کفهای در واقع سقف‌های پایین‌تری رو رعایت بکنه. هنوز نکرده ولی خب بالاخره بر اساس خیلی چیزا میشه این رو فعلا میگم به قول معروف میگم وقتی مادر نیست بعد با زنبابا ساخت دیگه. وقتی پیار زد به اون شکل نمیشه کشید فعلا باید با این
کنار اومد. حالا چجوری کشیدیم؟ فیبوناچی کمک گرفتیم، از تتر دامیننس تتر کمک گرفتیم و خب من اینو یه بار دیگه ریست بکنم. از این دوتا کمک گرفتیم، کمی هم تجربه چاشنی کار کردیم. بسیار اینجا خب اما این از این بالا. از این پایین چه خبر؟ ببین اینجا به محض اینکه رد شده یه دفعه منفجر شده. ببینید یعنی عدد 112,000 رو رد کرده، یهو منفجر شده رفته بالا. پس همین نشون میده که اینجا ما یک ناحیه حمایتی داشتیم و از سمت پایین هم اگر بخوایم اون رو بررسی بکنیم، ببین اینجا هم تا لبش اومده نتونسته برگشه، کاملا روند صعودی رفته شده روند نزولی. و از پایینش هم بخوایم بررسی بکنیم، ببین اینجا یک بار بدنه های، اینجا یک بار، این یک بار دیگه و حالا اینها هم اومده وسطش. یعنی اینو میتونستیم باریکتر هم در نظر بگیریم، یعنی تا اینجا هم میشد در نظرش گرفت، ولی خب برای اینکه ریسکمون کمتر بشه یه حالت فضای معقول رو این وسط پیدا بکنیم، اینو گذاشتم اینجا. اما از این پایین یک بار تا اینجا اومده و صعودی شده، اما سری قبل تا اینجا اومده و صعودی شده. اینجا هم ببینید تایید دوباره و زیر هم در واقع این ناحیه رو داره به ما نشون میده. پس 100 470 98 260 در واقع 259 60 پیارزد ما هستش. خب این پیارزد خیلی به نظر من معتبرتر و محکمتریه. من این بار روی این تحلیل میکنم و خدمتون قطع شدیم. خیلی خب لایو قطع شده. چرا قطع شد؟ داریم رکورد میکنیم، رکوردشو میذاریم بالا. به من خبر دادن که لایو قطع شده، ولی خب رکوردش روی یوتیوب هستش. یه چکم میکنم ببینم مشکل از استریمه یا از چیه. اینجا بررسی میکنیم یه دقیقه. این هم یه چک بکنیم اینترنت اون نباشه. آها خیلی خوب. نه اینجا همه چیز درسته، اینجا هم بررسیش کردیم. اوکی. خب اینو چیز میکنیم، ویدیوشو میذاریم روی یوتیوب، اطلاع بدین لطفا به دوستان. و این از خب میام اینجا. کجا بودین؟ داشت بیت کوین رو بالاخره گفتیم آقا این از این پایین وضعیتش اینه، از اینجا به اینجا و این هم همینطور. اینو خیالیه دیگه، نارنجی ها دقت کنید خیالیه، یعنی چیز نیستش. این وضعیت خیالی نیست. بذار من اینو زرش بکنم، این معتبره، هر دوتا اینها معتبره. این رو هم از اینجا میکشم به اینجا، این هم هست. خب اینا دقت بکنید دوستان، این تحلیل ها اینها با 2 پالس ما شروع کارمونه و با 4 پالس دیگه میتونیم اطمینان بیشتر حاصل کنیم، لذا ضریبمون رو بالاتر ببریم. خب این شد در واقع بیت کوین 4 ساعته یا لانگ ترممون. بریم به سراغ ارز سولانا. بله سولانا رو داریم اینجا 170 گفته بودیم لانگ. ببین چقدر قشنگ. اول اینو گفته بودیم، گفتیم که آقا از 156 157 شورت داریم تا اینجا. خب اومده دقیقاً اینجا رفته و برگشته پایین. چه اینجا میگرفتی چه اینجا، هر دوتا هم شانس شده داشتی، حتی اینجا بوده ولی جلوتر هم اگر باشه اینم در نظر بگیم. جالبه که حتی در روند صعودی پالس شورتش رو داده بودیم و اینجا دقیقاً 7.51 بدون ضریب سود داده. سفیدش میکنیم. میشه دوباره بریم بالا همین وسط؟ آره بیا امتحانش بکنیم لطفا. حیفه واقعا بچه از اینو نداشته باشن حالت لایف. بفهمید
خب یه چند لحظه ای بعد صبر بکنید چون بدون ادیت میخوایم اینا رو بذاریم بالا. دوستان دقت بکنن که ما سعیمون بر اینه که سریعتر لایو بدون ادیت بذاریمشون بالا. پس این مسائل رو خواهیم داشت. حالا دوستانی که تو یوتیوب دارن میبینن کمی بزنن بره جلوتر، زمانشون هدر نشه. نمیاره این خب اومد. یه تبلیغی هم شد برای این سایت بالاخره. پسوردش رو چیز نکردی؟ اوکیه؟ همین. خب برم مثل هیچ خبری شد. این اومد تا اینجا. برم. خب فقط turn off commenting. یه چک میکنیم دوباره. خب الان بالایی دارید شما تصویر رو؟ عجیبه که من خودم ندارم. خیلی خوب، عالی، دستون در نکنه. خب دوستان ما اینستاگرام انداخت ما رو بیرون و ما لجوجانه دوباره وارد شدیم. خیلی هم توضیح ندادیم. اینجا هستیم دوباره. ممنون از دوستانی که پاکار دوباره اومدن. خب ببین ما اینجا گفته بودیم که اینو من فقط تنها کاری که کردم بعد فهمیدیم اینو من سفیدش کردم این شکلی بود. چرا؟ چون گفتم آقا جان ما از این عدد یعنی 157 شورت رو اعلام کرده بودیم رو 144. جالب اینجاست که این یه کار آکروبات بازی بود، یعنی کاملا فضای سعودی بود، اکیداً سعودی بود و این رو سیگنالش رو داده بودیم و اینجا اومدیم رو سفیدمون کرد. گفتم که اگه از اینجا بگیریم تا این نوک 8% در واقع به ما سود داد سولانای عزیز و رفتیم بالا. خب اما گفته بودیم حالا همین خط روند سعودی که اینجا تکرار شده، اینجا تایید شده، به محض اینکه خط رد بشه طبیعتا هم بالای خط روند سعودی هم بالای پیار زده اینجا ورود داریم. حالا ضریبش بستگی به پالس های در واقع 4 تا پالس بعدی داره، ولی اینجا ما اجازه ورود داشتیم، یعنی بالای پیار زد، بالای خط روند سعودی. همونطور که میبینید یک فلشی رو اینجا داشتیم و از اینجا دقیقاً اومده تی پی ما رو کجا زده؟ اینجا زده، یعنی چیزی نزدیک 10% طی 4 روز و اینجا شده که من یه پرچم دیگه واقعا بزنم دیگه. یه 9%، یه 7%، 8%، اینجا یه 9%، اینجا من پرچم رو به اهتزاز در میارم و اینو میبریم جلو. خیلی وقت بود پرچم نزده بودم، بچه‌ها گله داشتن که آقا چرا پرچم نمیزنی و خلاصه حالا خراب بود. اینو اومدیم سفیدش میکنیم حالا. بعد خیلی دوست دارم که نظرتون رو کامنت کنید ببینیم لایوهای قبلی صدا بهتر بود یا این سیستم جدیدمون بهتره. خب اما اینجا چی داره میگه؟ باز اومدیم گفتیم آقا ببین نزدیک این بشه، یعنی از اینجایی که این خورده به پیار زد به بعد کجا؟
اینجا رد بکنه دوباره. ببین این اومده رفته ولی اینقدر فاصله داشته با خط روند سعودی. حالا بعضی از دوستان با SMA هم دوست دارن کار بکنن. SMA هم اینجا وقتی میندازی 200ش میکنی میبینی که SMA اینجا هست، یعنی خیلی اینجا دیگه فاصله داشته. بعد یه اصلاحی بزنه SMA هم نزدیک شه یا خط روند نزدیک بشه و بیاد از اینجا منفجر شه بره به سمت بالا. پس احتمال اول این. احتمال دوم ما در حال حاضر خب ما این کف رو داریم، نمیتونم اینجا من شورت بدم. چرا؟ چون دیگه آرمون همخونی نداره. ولی کاری که میتونم بکنم اینه که این رو بیارم اینجا و بگیم که از 157 تا 143 144 نهایتاً میتونه یک معامله خوب باشه برای ما. و اگر این خط اومد شکست و این بار این رو دیگه من با اجازهتون زردش میکنم. البته اگر این از اینجا اومد و یه همچین فضایی رو اینجا ایجاد کرد، ببین خطای احتمالی رو دارم میگم. ما اینجا دوباره یک لانگ خواهیم داشت، لانگ یا بای، چون فرضیه این رو نارنجی میذارم. 170 تا 186 اینم از این و به این شکل. خب حالا این دوباره تحلیل خیلی شورت ترم و در واقع پیار زده 1 ساعته است. اما بعضی از دوستان که گله میکنن آقا پیار زده 4 ساعتش هم بده، ما میخوایم کمتر معامله کنیم بیشتر سود بکنیم، این حالا سیگنالی که در واقع من اینجا داده بودم و گفته بودم با شکست خط دوستان در حین دوره بود. البته همونجا بچه‌ها $40 $70 بسته به مارجینشون سود گرفتن. گفتم آقا اینجا شما وارد شید با شکست خط بیاین بیرون، یعنی 9% الی 10% بدون ضریب توی سود بودن. همچنان نمیتونم پاکش کنم. اما پیار زداش رو اگه میخواین برای لانگ ترم یادداشت بکنید، پیار زدی که من نظرم هست اینه. ببین اینجا میبینید این که حالا یه در واقع ATHی بوده و یه منیپولیشنی روش سوار شده، ولی این خیلی تاکید میکنه و از این شادوها بگذریم. اینجا بدنهای زیادی خورده بهش و اومده ریخته پایین. خب پس ما اینجا یه پیارزد خیلی سنگین چند درصد؟ 30%. ببین لانگ ترم وقتی داریم میگیم اینه دیگه، یعنی ببین اینجا طرف میمده یه شورت میگرفته میمده تا اینجا 30%. چقدر وقت؟ 30 روز، 1 ماه. بعد دوباره میمده اینجا یک لانگ میگرفته 40%. تو چقدر وقت؟ تو 5 روز. دوباره اینجا شورت میگرفته یا اینجا میخورده تو 5 روز 7 روز یا نهایتا 23 روز. دوباره اینجا 31% کاهش داشته، حالا تا 40% هم میتونسته کاهش پیدا بکنه. این وضعیتی که دوباره میبینید همون فضای باد بزنی که الان اونجا داشتیم. البته این دیگه شکست، من دیگه پاکش میکنم، کارش رو انجام داد. حالا دوستانی که میخوان وارد معامله لانگ ترم بشن، من اینجا رو همچنان سعودی میدونم، به شرطی که ببین بیت کوین رو هم ما اینجا داشته باشیم. یعنی این خط شکست، یادتون باشه همیشه آلت کوین ها مطیع بیت کوینن، این دو تا خط شکست قطعا اینجا بیت کوین هم تو همین فضاها خواهد بود، یعنی رد میشه یا بالای این خط سعودیه یا همچنان کجاست؟ بالای این خط سعودیه. پس دوباره میشه ازش یک لانگ گرفت. ببین الان این اگه در نظر نگیریم، ببین اینو پاکش میکنم، ببین قشنگ اینجا یک فضای، اینم پاک کنم، اینجا یک فضایی به ما میده که هر دوتاشون دارن ورود میدن اینجا برای یک خرید بلند مدت با 1/4 سرمایه. اینجا میشه قشنگ وارد شد با تیپی 251 و استاپ لاسش هم میشه اونورد گذاشت اینجا به این صورت. حالا من که خیلی اهل استاپ لاس گذاشتن نیستم، ستم واچ کار میکنیم. با 126 میانگین اول رو پیشنهاد میکنم.
این هم در واقع از تحلیل لانگ ترم. سولانا میریم رو اتریوم. اوه اتریوم رو ببین، اصلا اتریوم نگم برات چه اتفاقی داره میفته اینجا، اصلا خیلی جذاب داره میشه. خب از اینجا ببین یه دونه خط داریم اینجا، اینجا ببین یه دونه اینه، به این صورت. بله ببین این دوتا کف رو من می‌فهمم یه پله بتونم بزرگتر کنم همچنان. برعکس هم که خب از اینجا تا اینجا دوتا کف رو به هم وصل بکنیم، یه خط روند میده که اینجا تایید شده و منفجر شده رفته بالا. این خط روند رو نارنجی کشیدم به معنای اینکه به بچه آوانگارد دادیم، توی لایو نبوده. ببین جالب اینجاست، این اتریوم واقعا جذاب دیدنش. کن یه دونه شورت دادیم اینجا، اومده گفتیم زیر خط روند، زیر پیارزت، زیر خط روند، اومده اینجا چند درصد داده تا نوک پیکان 6.72. این یه دونه. اینو واقعا دلم میخواد که حتما برای بچهای محلتون تعریف بکنین. و اینجا نگاه کن دوباره یه لانگ دادیم، نوک پیکان بالای خط روند. این تو لایو قبلی بوده، در دو لایو قبلی اگه برید نگاه بکنید، لایو قبلی که واسش اینترنت قطع شد نرسیم به تحلیل آلت کوین، ولی دو لایو قبلی رو برید نگاه بکنید این هست 7.25% اومده تی پی زده. تنظیمش میکنم همینجا که یادمون نره چی بوده کجا بوده. خب اینو سفید میکنم، پشتش همین بالا دوباره اومدیم اینو دادیم، گفتیم آقا بالای خط روند، بالای دوباره اینجا. حالا اگر آوانگاردی می بودی با توجه به این نگاه کن، یک کف، دو کف، سه کف، ببین تو یک ساعته باز واضح تره. من میگم پیارز، ببین ما خط روند هامون رو آوانگاری ها میدونن در یک ساعته میکشیم. من اینو دیگه شما دیدید زردش میکنم، این به معنای این بوده که ما توی لایو خطایی که تو گروه میذارم رو نارنجی میندازم که بچه‌ها بدونم خودم کدوما تو لایو بوده کدوما نبوده و این رو دیگه پاک میکنم. اینو پاک میکنم، اینم همچنان سر جاشه. و اومدم گفتم آقا بالای این خط روند اینجا از قبل گفته بودیم بالای خط روند، بالای این یه دونه دیگه رفته اینجا. ببین یعنی از کجا تا اینجا 5.82. دوباره این رو هم سفید میکنم، میارم میذارم روش که بدونید چی بوده کجا بوده. خب بعد اومدم همینو دادم، یعنی یه ضرب اومدم اینو تو گروه گذاشتم. این مال تو گروه بوده ها، احتمال زیاد مال تو گروه بوده. چرا؟ چون این خط نارنجی بود. بلا فاصله اینجا اتریوم بچه ها خیلی سود گرفتن توی 2 هفته اخیر. 8.11. دوباره اینو چیکار میکنم؟ من میارم میذارم روش، یادمون نره مال کجا بود، سفیدش میکنم. ببین عددشو داده بودم دیگه، بالای پیارزت بوده، بالای خط روندم تو گروه بوده، دادم. طبیعتا دیگه جلوی 800 900 نفر شاگرد آبرو خودم نمیبرم الکی بگم دادم نداده باشم. 8.24. بعد چه اتفاقی افتاده؟ اینجا دیگه ندادم. دروغ چرا؟ ندادم. ولی اگه بلد بودن بچه‌ها میدونستن، اگه آوانگاری باشن میدونن ما وقتی همینو میگیریم تا زمانی که این خط نشکسته معامله خارج نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی ای آوانگاردی که اتریوم را اینجا با این خط گرفتی، درست شد؟ یعنی با این خط گرفتی، هنوز این خطه که نشکسته، خط بعدی هم سوار شده، اینجا اومدی لان گرفتی، همچنان نباید ببندی معاملت رو. با 51% سود 23 روز نباید ببندی معامله رو، نباید. کی باید ببندی؟ زمانی که اینجا این خط شکست اجازه خروج داری. خب پس همچنان ادامه داره. خب بذاریم پیارزد بعدیش کجاست. فکر کنم که دیگه ATH باشه دیگه اصلا، یا اینجا میریم. آها
بله. نه اینجا ATH نه، اینجاست. خب اگه بخوایم بر مبنای این در نظر بگیریم، بله اینو میذارم اینجا تا این و از این نوک هم تا ایشون. بله. خب میام اینجا این هم دیگه پاک میکنم خلوت شه، این هم که دیگه خدا رحمتش کنه، این هم از این میام اینجا. خب این خط نزولی هم که دیگه تموم، این هم تمام، این هم دیگه سوداییه که گرفتیم رو اتریوم. این خط سودی تمام، این هم تمیزش میکنیم، این هم از این، این هم از این. خب اما اینا هنوز معتبر. حالا دوباره برمیگردم روی 4 ساعت هم. بله اینجا اتریوم میدم خیلی طرفدار داره، یعنی جدیدا متوجه شدم برخلاف اینکه من هیچ علاقه بهش ندارم، اتریوم خیلی طرفدار داره. یعنی تحلیلام هم گذاشتم، بچه‌ها رنده کردن دیگه، یعنی یه جوری اتریوم باز کردن لذت بردیم. خب ببین از اینجا به اینجا خیلی احتمال داره، چون الان آلت سیزن هم هست، یادتون باشه زمانی که بیت کوین داره درجا میزنه. اینو من رنگشو اگر درست کنم، خب مثلا ذره حالتشو عوض کردم، از اینجا به 5.64 عدد منطقیه و دوباره از 4500 تا 4750 هم به نظرم قشنگه. این حالت سفید نباید باشه، فعلا صورتیش میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی براش میفته. خب اما اگه بخوایم براش نزولی در نظر بگیریم، نزولی وجود نداره. اون ATH هم که زده انقدر قدیمیه که دیگه نمیشه روش حساب کرد، حداقل تو این تایم فریم نمیشه حساب کرد. فعلا تنها نظری که من به اینها دارم همینه. و اگر این خط رو شیکون، ببین اینجا نگاه کن، آها اینو به عنوان یه دیوایدر گذاشتم این وسط ها، یه جدا کننده بیش نیست، خیلی آدم حسابش نمی کنیم. ببین اینو، ببین اینم ببین. خب این داره درجا میزنه، به این میگن آلت سیزن. بحث آموزشی خیلی قشنگی شد. نگاه کن از اینجا این شروع کرد، اومد بالا، یه ATH هم زد کجا؟ اینجا. ببینید اینجا یا ATH زد، اصلاح داد، اما این کم اصلاح داد. این دیگه شروع کرد اینجا درجا زدن، رنج زدن و از این لحظه ما وارد آلت سیزن شدیم و به ازای درجا زدن پس از ATH بیت کوین، آلت کوین ها چیکار میکنن؟ همینجوری رفته میرن بالا. خب حالا اگه من اینو بردارم، قرار ما بود تا کجا بره بالا؟ تا کجا درجا بزن؟ دست کم تا اینجا باید درجا بزنه، یعنی انتظار ما حداقل یه 9 روزی درجا زدنه که اگر این 9 روز رو هم در اینجا در نظر بگیریم، ما رو میرسونه با بالای اینا که میرسیم تو این ناحیه اینجا. پس ما دوباره چی خواهیم داشت؟ یه شانس ورود دوباره خواهیم داشت. اینو من بزنم اینجا به این شکل. بله اینجا میتونه دوباره یه شانس ورود دوباره به همون بده، از 3600 تا تقریبا 3900 تا 4000. یه 9-10% دیگه بدون ضریب میشه ازش گرفت. این بحث اتریوم یه همچین حالتی. حالا میتونی اسکرین شات هم ازش بگیرین و بریم به سراغ. چقدر زمان داریم؟ 7 دقیقه. اوه خب بریم سراغ ارزهای بعدی. شیبا خیلی سریع باید. اوه شیبا رو ببین خیلی خوشگل شد، خیلی قشنگ شد. اینجا رو دوستانی که این ارز رو خریده بودن، اگر همینجا مدیریت سرمایه میکردن، ببین یعنی اینجا تا اینجا یه مدیریت سرمایه میکردین، میانگینش میافتاد اینجا 1-2 بار اینجا میرفتی تو سود. الان هم که قربونش برم از خودش، یعنی از لایو قبلی که گذاشتیم تا اینجا الان خودش 10% تو سوده.
حالا ما اصلا میگیم نه سود داده نه ضرر، چیزی به نام خودمون ثبت نمی کنیم میانگینش. اما اگر استاپ لاسش هم میزدی دوباره اینجا جبران میکرد. حالا من اینو اصلا میام چیکار میکنم، میگم آقا ضررده بوده، اصلا مدیریت سرمایه بلد نبودیم، ضررده بوده. برادر اینو میخوای چی بگی؟ اینجا اومدیم چی دادیم؟ از اینجا تا اینجا یه 10% سود دادیم، یعنی از اینجا خیلی استاپت خورده باشه بعد تا نوک فلش بعدی بگو 3% ضرر، یه دفعه اینجا دوباره یه 10% سود، پشتش دوباره زیر این پیارزت یه دونه چقدر؟ نیدم، یه دونه 8% دیگه سود، زیبا سفیدش میکنیم. ببین با کدوم خط روند بوده؟ این خط روند. و بعد برگشته بالا، اینجاش قشنگه. اینجا اومدیم گفتیم اگر این شکست، نگاه کن خیلی جالبه، اگر این شکست یه دونه آبی گذاشتیم یه دونه صورتی، یعنی اگه باز نکردی همینجا باز کن که این چقدر این سفید میشده و چقدر سود میداده. همینجا 12% و اگر نه همینجا می اومدیم میانگین کم میکردیم واسه این آبیه رو در نظر گرفتیم، دوباره همینم دوباره می اومد اینجا 10%، 3% اونجا، یعنی مثبت 7% دوباره میرفتیم توی سود. اینم دادم، اینم با افتخار سفید میکنم، اینم از این. خب حالا ببینیم خط روند جدیدمون چیه. خط روند جدید اینه، اینا دیگه پاک میشه. تمام. این که هنوز باز نشده، خیلی هم فاصله داره، هیچی. اگر اینجا داشته باشیم این پیارزه من باید یه ذره تغییر بدم دیگه، کالیبره میشه. بله اینجا همین تایید کرده. اینجا اگر از این رد شد تا اینجا میگیریم، یعنی 0.600 تا 0.16 تا 600 تا 173 عدد رو چه میگذاریم؟ رنگش هم از این. خب حالا قشنگ میشه اینجا. حالا اینجا میگه که یه خط روند نزولی هم داریم. خط روند نزولیمون اون وقتی اونقدر رفت بالا، این پیارزه دارم میتونیم بگیم اینجاست. در نتیجه اینجا من شورت نمیدم چون روندم اکیدن سودیه، شورت نمیدم، ولی اینو میزنم قشنگ بره بالا به این صورت. بله چون این اصلا آربارش نمیخونه، یعنی اینجا بزنیم تا اینجا که فایده نداره هیچ. این از شیبا. آدا رو ببینم، آدا این باز نشده، تعطیل باز نشده، تعطیل این باز نشده، هیچی. اینجا یه دونه داده بودیم، چقدر چه نقطه زنی هم کرده، تقریبا 8% نقطه زنی کرده به زیبایی. اومده اینجا، اینو سفیدش میکنم. بله بعد این که هیچی. خب بعد از این دیگه چیزی ندادیم متاسفانه. اینا هم که تمرین بچه ها بوده احتمالاً توی دوره. خب ببین حالا چه خبره. بخوایم اگه پیارزش یه ذره کالیبرم بکنیم بدی نیست، ولی اینم خوبه. این رو هم از بالا در نظر میگیرم براش. این از این. یک خط روند سودی ما اینجا داریم، دوره. معتبرترش رو اینجا داریم، شکسته تقریبا. آره هیچی. بیاریم از اینجا رسم بکنیم، میشه بهش فکر کرد. لذا یه همچین حالتی رو ما داریم. یا از اینجا لانگ میگیرم تا اینجا، چند 0.78 0.83. یا اگه بیاد بالا از یه ذره بالاتر اینجا دیگه لانگ میگیرم تا اینجا، لانگ یا بای 0.85 تا 0.89. بریم سراغ دات.
دات چه خبره؟ اوه 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 اینجا رو ببین چیکار کرده دات، نگاه کن. اومدیم گفتیم زیر خط روند نزولیه. آها اینجا یه پیارزد هم داشتیم، احتمالاً اصلا خورده پاک کردم. ببین اینها دیگه بر مبنای این یه پیارزد هم داشتیم اینجا. به حال این بوده، اینو گذاشتیم اینجا، گفتیم که این از این تا 12/31 12/31 زیبایی هرچه تمامتر زده دیگه. پرچم نمیزنم وقت کمه چون یه دورم اینترنتم قطع شده. این خط رو توی گروه گذاشتم نارنجی، الان که شما رعایت کردید زردش میکنم و این که نرسیده اینجا هیچی. بخوایم پیارزدی اونجا هست، بله بله. بخوایم یه ذره شورت ترم تر باش برخورد بکنیم، نه چیز خاصی بهم نمیده، خوشم نیومد. میرم بعدی، میرم بی ام بی. این خط رو تو بی ام بی هم کشیدیم. اول اینجا میام. وای اینو ببین چقدر قشنگه. ببین پیارزد پایینی این بوده، اینو که هیچ اصلا از قبل مانده. اینم که شورت گرفتیم هیچی. اینجا جالبه، گفتم این ور خط یه اصلاح میزنه میره بالا. ببین اینجا گرفتیم تا این نوک، یعنی چقدر وقت؟ 47 روز زمان برده ولی 8.71 سود داده. دقت بکن حتی به مدیریت سرمایه‌مون هم نرسیده. حالا اگر طرف اومده مثلا با سبک خودش، یعنی ستم واچ ما کار نکرده، اومده ستم فورگت کار کرده، اومده اینجا احتمالاً یه 2-3% ضرر کرده، ولی خب بعد دوباره تو همین عدد اگه وارد شده باشه بالا این خط روند، این از نوک ته فلش بگیرم به نوکش، دوباره اومده اینجا و 9% تو سود بوده. خب اینو من سفیدش میکنم. حالا ولی جالبه که گفته بودم پشت این یه دونه اصلاح میده، دوباره از اوناست که این فر خوردنش رو هم پیش بینی کردیم. حالا ببینیم بالا چه خبره. بالا بی ام بی چی زده اصلا بوده تا الان تو این عدد؟ زیم ایتیه چی ایتیه هم زده. گفته بودم به هر حال بی ام بی مال بایننس، هر چیزی هم که منتسب میشه به بایننس در حوزه کریپتوکارنسی طبیعتاً باید یک نتیجه فوق‌العاده‌ای رو حاصل بکنه. خب الان هم که بازار معاملات داغه، ما اینا رو یه ذره خلوتشون میکنیم ببینیم چه میشود. این خطای نزولی تمام، این دیگه تمام، این تمام، این تمام. اون خیلی همون پشتال نمیخوام وقتونو میگم. اینم که اصلا خیلی فاصله داره، هیچی. اینم هیچی، اینم هیچی. در بازه 4 ساعته نگاش میکنیم. یک کف اینجا داریم، اینم که شما رویت فرمودین دیگه زردش میکنم. میام اینجا. خب یه خط روند سودی دیگه اینجا داره. بله اینجا اگر کمی شانس بیارم این موقعیت بهم دست بده، این یادتون باشه این یه ذره کل سود بازار مال ما نیست. عدد چند شد؟ 803 تا 852 چند درصده؟ تقریبا 6% معقوله. این عدد جذابیه. حالا اگر ببین دوباره اینجا رو هم ما داریم، آره ولی باش کاری ندارم، اینو بیشتر ترجیح میدم. میرم سراغ تون که خیلی هم طولانی شد. آها اینو گفته بودم پر ریسکه، نگاه دو تا قرمز گفتم پر ریسکه ولی بازم جواب داده. جالبه، یعنی اینجا بچه‌ها لانگ یا بای میگرفتن زمان زیاد میبرد ولی 10% سود میداد. پر ریسک گذاشتم، کاری باش ندارم، به نام خودم تمامش نمیکنم، ولی اینکه سود خوبی داد. اینم باز نشده، اینا هم میبندم. میبندمش. اینم از این. خب بذار ببینیم حالا پیارزد قضیه کجاست. این یه پیارزد اینجا داریم، پیارزد یه مهرز اینجا داریم، یه دونه اینجا دارم میبینم و خط روند سودی که اینجا
خیلی قشنگ داره حکم فرمایی میکنه. اینجا یه دونه میگیرم من تا اینجا، بذار ببینم عدد معقوله. بله سبب صرفه است. اگر این بشکنه استثنا تون یه ذره، چون از اون حالت تبلیغاتیش هم افتاد. اینجا میتونم یه شورت هم ازش بگیرم. XRP ریپل به به، ریپل به به. این که باز نشده هیچی، میبندمش. این که هیچی، اینم که تموم شد دیگه، سودشو داد. خب اینم که هیچی. اینم هیچی. یه لحظه دیلیت کامپیوتر از کار افتاد. خب اینم هیچی، نرسیده اصلا بهش. بله این ولی ببین اینم باز نشده، اصلا نرسیده بهش. این که با اینجا اومدیم خیلی قشنگ دادیم، گفتیم آقا بالای این خط، در حقیقت بر اساس این و این کف ما اینو داده بودیم، نخونده بودیم که میاد پایین میره بالا. ولی اینجا خیلی قشنگ اومده 8% رو داده، دستش شاید نکنه. باز میکنیم. خب دیگه بعد از این رو ندادیم. حالا پیارزد جذابی هم بوده، اینو دیگه میذاریم اینجا. حالا اگه بخوایم یه ذره اینو میخوام کالیبرش کنم. میخوایم یه همچین حالتی. آره تا اینجا اوکی. این رو هم اگر بخوایم بالا بذاریم تا اینجا بیاد، خیلی این اخبار پشت ریپل خیلی داره ارز رو تحلیلش رو ریسکی میکنه. ولی اینو داره، این رو هم داره. او وسط پیارزد، وسط یه گوشه اینجا به من اجازه نمیده وارد شم، ولی اینجا قطعا یه دونه میگیرم تا اینجا و یه دونه هم میگیرم از اینجا تا به اینجا. جرئت ندارم شورت بگیرم ازش، اما اینم از این. تمام. بریم رو دوج بچه ها. خیلی دوج هم دقیقا مثل اونا. اینجا خب یه دونه منفی خورده بوده دوج. اینجا ببین گرفتیم، اومده اینجا سودو داده. اگر میانگین کم بکن بودی اینجا میشده میانگین کم بکنیم. ولی خب اینم اگر صبر میکردیم، البته ببین دیگه این دوتا رفته بالا. این آره این ضرر میداده. ولی اینجا ببین تا اینجا 11%. حالا اگه میانگین کم میکردین بیشتر هم میشده، در واقع تقریبا به 2 برابر این سود میداده. اینجا من سفیدش میکنم. و جذابتر از اون اینه که بلافاصله بالای این خط روند، بالای پیارزد تا اینجا در عرض 2 روز تقریبا 13% هم اینجا میداده. سری سفیدش میکنم. دوج من اصلا دوست ندارم واقعا، معاملش خیلی ملعبه دست آقای ایلان ماسک. این از این. اینا رو پاک میکنم دیگه ذره خلوت شه. اینم میارم عقب بدونیم کجا خورده. خب
اینجا تا نه نمیگیرم، نه اینو نمیگیرم. مثل همه‌شون یه باد بزنی اینجا داره، یه دونه دیگه اینجا داره. اگه پول بک بزن الان یه ذره شکسته اما تریگر نزده هنوز. این هم میبرم بزنیم بالا، این هم تعطیل. لذا از ریسک نمی کنم از اینجا تا اینجا 253 تا 281. دوستان ببین امثال این فقط نشون میده که صبر حرف اول آخر تو معاملاتتون میزنه. فرق یه قمارباز با یه تریدر اینه که مدیریت سرمایه میکنه، وگرنه دیگه فرقی با هم دیگه ندارن عملا. خب باید بدون تحلیل و بدون مدیریت سرمایه وارد میشه. خب تحلیل داریم، این مدیریت سرمایه نشه باشی خیلی فرقی با یه قمارباز ندارید. این هم از این. دیگه چی مونده؟ هیچی دیگه. عرضه معتبر رو همه رو بررسی کردیم. امیدوارم که این لایو هم براتون مفید بوده باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و بهترینش اینه که یک آوانگاردی واقعی باشید. جیبتون پر سود، لبتون خندون. یا حق.